سلام به ترندبازهای ایران و جهان هر کجا که هستید. من امیر فراز هستم. با کوله‌باری از داشته ها و نداشته ها برنامه‌ای رو براتون ساختم در کانال ایران ترندز که هر شب و هر چند شب میتونید برنامه من رو ببینید. نخستین برنامه ما در 12 بخش نامش هست ترندستان. شب اول رو پیشکش میکنم در 5 ترند و یک ترند ویژه. با من همراه باشید و به من بگید که این برنامه به دردتون خورده یا نه. گویی که کشور ما یه جایی شده که همه گرفتاری ها و بدبختی ها و بیچارگی ها یک جا سرمون ریخته. گویی که کشورهای دیگه هیچ داستانی ندارن، هرچه هست ماییم. چرا؟ چون ما هستیم که هر روز تیتر اخباریم. چرا؟ بهتر از من میدونید. ما به اونا میپردازیم، کوشش میکنیم که امید بدیم. از آلودگی هوا، از بیابی، از بیبرقی تا برف سنگین خانمان برانداز، از ازدواج 2 بازیگر تا دربی تهران که در عراق قراره برپا بشه. با من همراه باشید در ترندستان. طرح مهریه 14 سکه. این طرح در مجلس تصویب شد و این نگرانی امروز بسیاری از دخترای جوان و مجرد ماست که خطر و ریسک ازدواج رو بیشتر و سنگین‌تر حس می‌کنن. شورای نگهبان به احتمال زیاد با این قیمت روزافزون و فرارونده سکه تر و تایید خواهد کرد، چون بسیاری از آقایون هم نمیتونن این مهریه‌های سنگین رو بدن. با این نرخ سکه و به زندان میرن. البته که نحوه اجرای قانون، برای منی که قانون خواندم، حقوق خوندم و کار قانونی حقوقی کردم، به این شکل هم نبوده و دادگاه خیلی فرصت به آقایون میدادن و قسطی میکردن همون 110 سکه رو هم. البته دیگه این طرح رفته برای تایید و از این به بعد خواستگاری ها اینجوری میشه. خانواده داماد: مهریه چقدر بزنیم؟ خانواده عروس: چه اهمیتی داره؟ چه ارزشی داره؟ هرچی میخواید بزنید. اون 14 سکه است که اجراییه. داماد: یعنی بالاتر از 14 تا نزنم؟ عروس: بابا بزن دیگه، ولش کن، حداقل بذار ویترینش بمونه. تا که بیشتر از 14 تا قرار نیست بدی، اجرایی نیست. مریم مومن و سهیل قاصدی با هم ازدواج کردن. اینم ترند دیگه این روز هاست. این 2 بازیگر نمیدونم با هم بازی بودن یا نه، کجا با هم آشنا شدن یا چی شده، به هر حال به هم دل دادن و فیلم ازدواجشون رو بیرون دادن و خیلی هم دیدن و گویا ترند شده. خیلی هم تو کشور امروز میگن که عشق چقدر چیز خوبیه. یادم جواب میدن که اگه پول باشه خیلی چیزا قشنگه و البته که باید یه اینترنت خوبم باشه تو کشور که بتونی فیلم عروسی تو آپلود کنی، باردهی کنی و بفرستی بالا. ترند بعدیمون هوا و هواشناسی. هواشناسی گفته که 16 استان کشور درگیر نزولات جوی، یعنی برف و بارون و بارش باران هستند. خب نمیدونم ما عرضه و توان اینو داریم که در این خشکسالی و این سالهای خشکسالی که داشتیم و خواهیم داشت این برف و بارون رو یه جا نگه داریم یا یه جوری ازش بهره ببریم، آبخیزداری کنیم و باهاشون کشاورزی کنیم یا نه. این 16 استان درگیر صاعقه و برف و بارانن، به ویژه گیلان، مازندران و گلستان. شمالیا هر جا که هستید یا دارید سلفی میگیرید یا تو کوه و حریم رودخانه هستید، خواهش میکنم که مراقب باشید، در راهها خطرناکن. ترند دیگه ما دربی استقلال و پرسپولیسه. بهش میگفتن شهرآورد، که به جای اینکه تو شهر تهران برگزار بشه باید در عراق برگزار بشه. گمانم عراق هواش از تهران آلوده تر بوده. نمیدونم، امیدوارم که بازی خوبی بشه و اینکه ساعت 15 ساعت برگزاری بوده شده ساعت 15:30. شوخی هم من دیدم یه جایی که یک طرفدار استقلال گفته بودی که چرا نیم ساعت دیر کردن تو این هوای سرد و اینها، بازی هم ممکنه خیلی سخت باشه و اینها. یه پرسپولیسی بهش گفته بوده که نیم ساعت دیرتر برگزار میشه تا شما در استرس بیشتری باشید. از من نشینده بگیرید، من که نه استقلالیم نه پرسپولیسی، فقط ملوان بندر انزلی. بله، چون شمالیم. یه ترند ویژه هم داریم که نگاهی انداختیم به یک پژوهش از یک آمریکایی که در یک پژوهشکده آمریکایی در 25 سال پیش کشور ما رو و ترندهای کشور ما رو بررسی کردند.
ترندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و چیزهایی رو اونجا بهش پرداختن که کاش مسئولین ما و دولتی های ما اونها رو میخوندن و ازشون بهره میبردن. چیزای شگفت انگیزی نوشته که البته گفتم برای 25 سال پیشه که ایران جمعیت جوانی داره و رشد جمعیتش بسیار روزافزون خواهد بود و از کشورهای دیگه منطقه رشدش بیشتر خواهد بود. در این دهه پیش بینیشون بوده و اینکه اقتصاد ایران زیر فشار و وابسته به نفت بوده و سومین چیز این که ایران در یک جغرافیای سیاسی قرار گرفته که همیشه در تیتر خبرها خواهد بود. اینا نشون میده که این بی‌آبی و بی‌برقی و آلودگی و گرفتاری ها و دردسرهایی که ما امروز داریم نوک کوه یخه و میشده سالها پیش، 25 سال پیش، 30 سال پیش اینها رو دید، شناخت و پیشگیری کرد و براشون برنامه ریزی کرد. ایران همچون یک تیم فوتبال میمونه که بازیکناش سرعتی هن و سرعتی بودن. ما دهه 60 های بیچاره، اما زمین همیشه گلالود بوده و چیزایی که پیش اومده و دیدیم. ما ایرانی ها در میانه همه گرفتاری ها و بیچارگی ها و بدبختی ها هنوز زنده ایم و یه هنر خوب داریم، اونم شوخی کردن با همه چیزه. ما برای ماندن و حفظ بقامون می جنگیم و ادامه خواهیم داد. اگه این برنامه رو دوست داشتید اون زنگوله رو فشار بدید و به من کمک کنید برای اینکه بتونیم به ترندهای هر روز بپردازیم و از اندیشه ها و آگاهی های درون و بیرون از ایران، چه دیگران ما رو میبینن چه خودمون میبینیم، بهره ببریم و برای آینده بهتر ایران و خودمون بکوشیم. با من همراه باشید.